قربان ما توی آزمایش به این مشکلی خوردیم. منظورت چیه؟ رضا داداش شخمی‌تر از قیافت این ماشینته، هر موقع میبینیمش خرابه مثل ذاتت. یه دقیقه اون کونه خرابه من ببینم دارم چه غلطی میکنم. بیا اینم از شخصیتت که مثل دهنت بوی سگ میده. رایدر یه جور میزنم بلبلی بگوزیا، به جا زر زدم بیا یکم کمک کن. حاجی من احتمال میدم مشکل برفاکنت باشه، بادشو چک کردی؟ نظرم عوض شد، تو کمک نکن، همینجا وایسا من برم یه استارت بزنم. ایول درستش کردم. حال کردی؟ اینجوری بالا سر کاپوت وای میستم. چه خبره؟ این همه ماشین پلیس دارن کجا میرن؟ ولش کن حاجی، راه بیا بریم خونه سعید تلپ شیم یه چیزی بخوریم، من خیلی گشنمه. آره منم خیلی گشتمه، بچه بالا بریم. با چطوری داشت سعید؟ دلم واسه قیافه نحس تنگ شده بود. آره حاجی منم همینطور، اتفاقا الان داشتم فیلماتو میدیدم. جدی؟ کدوم فیلممو میگی؟ اینها راز بقا داره بچگیاتو نشون میده. رضا من این فیلمتو ندیده بودم، بالا درخت چی کار میکنی؟ اومدم واسه تو و سعید موز بندازم پایین. خب دیگه نمک بازی بسته. سعید غذا چی داریم؟ انقدر گشتمه که میتونم یه گوسفند اندازه رایدر رو بخورم. یزید مگه اینجا رستورانه که تا گشنتون میشه میاد اینجا؟ من خودم از تو هیچی نخوردم، الان انقدر گشنمه که میتونم یه گاو اندازه رایدر رو بخورم. ما رو با شوخی حساب باز کردیم. چطوری مچا؟ داش سعید غذا چی داری؟ انقدر گشتمه که میتونم یه الاغ اندازه رایدر رو بخورم. دلت خوشا، این انقدر بدبخته که الان ان بهش بدی کوبیدش میکنه با نون میخوره. آره یه چی تو همین مایا، همه چیم تموم شده، باید برم فروشگاه یه خرید بزنم. ای بابا یعنی یه سوسیس هم نداری من خودم درست کنم بخوریم؟ چرا سوسیسو که دارم، فقط یه چک بزن ببین واسهتون کافیه. داش سعید داخل یخچال که خالیه، مگه نگفتی سوسیس داری؟ آره سوسیس که دارم، فقط یه جا دیگه باید دنبالش بگردی. ولش کنید بابا، از این ان بخاری بلند نمیشه. پاشید بریم فروشگاه خرید کنیم، خودم واسهتون یه چی درست میکنم. فقط رضا تا اونجا من میشینم پشت فرمون، میخوام رانندگی تمرین کنم. یزید تو تا الان 4 بار امتحان دادی 5 بار رد شدی، من که ماشینمو دست تو نمیدم. ای بابا حالا خوبه بی ام و نداری، یه دو صلواتی. بابا ول کنید، از گشنگی مردیم. رایدر من خودم ظهر میام باهات بریم تمرین کنیم. حل پس الدر کنید بریم. ای اصول جلو واسه منه. گدای توجهو ببینم. نفله درو آروم ببند. در نیستش که، در دستشوییه، یه روغن بزنی الان. هی میگم موقعا جلوم نبام که من دیوانه بشم، حرف موقع تو حواس هی من اصلا دل میکشن، یه سوگندامیه بد اخلاق چرا خب بچه‌ها شما برید خرید کنید، من و جواد اینجا منتظر میمونیم. چشم عباس آقا، دستور دیگه ای نداری؟ برین دیگه، من و رضا به جاش غذا رو درست میکنیم. پاشو بریم رایدر، به جاش زعفران باید خودشون بشورن. باشه اونم ما میشوریم، حالا کونه خر رو کج کنیم. چقدر عجیبه، تا حالا این فروشگاهو اینقدر خلوت ندیده بودم. خب معلومه دیگه، کسی نمیاد، سر ظهر عمومه، تازه الان مختارم داره. آره احتمالاً واسه همین باشه، پس ما هم زود خرید کنیم که به مختار برسیم. رایدر به نظرت فروشنده هم رفتن مختار ببینن؟ شهروندان عزیز همکنون به این خبر فوری گوش کنید. طبق خبرهایی که به دستمون رسیده ویروسی عجیب و خطرناک در شهر پخش شده که باعث شده شهروندان به حالت غیر انسانی تبدیل بشن و به همدیگه حمله کنن. تا جایی که میتونید تو خونه‌هاتون بتمرگین، یعنی بمونین وگرنه باعث مرگتون میشه. پشمام حاجی، این دیگه چی بود؟ نمیدونم ولی به نظر فیلم خفنی میومد. رایدر باورم نمیشه، پشت سرتو نگاه کن. چی شده؟ پنیرا تخفیف خورده؟
یا حضرت زید، رایدر بودو تا پارمو نکرده. ای بابا حاجی پنیرا تخفیف خورده بودن. من جلو میشینم اسکو. درو آروم ببند چلقوز. چی شده؟ چرا انقدر رنگ و روتون پریده؟ بچه‌ها باورتون نمیشه الان چی دیدی. یا خدا چی دیدی رایدر؟ حاجی پنیرا تخفیف 60% خورده بودن. چی؟ همین؟ آخش دیدی جواد بهت گفتم این اخبار الکیه؟ زامبی کجا بود؟ رایدر چرا الکی زر میزنی؟ ما واقعا اونجا یه زامبی دیدیم. آها آره بعدش یه زامبی هم دیدی. چی؟ جواد دیدی بهت گفتم یه اسم میگه این اخبار واقعیه؟ بابا مگه میشه؟ چه شکلی بودن؟ والا نمیدونم چه جوری بگم. یه چی از زید قبلی رضا ترسناکتر. زید قبلی رضا چیه؟ از خود رضا هم ترسناکتر بود. تا موردی افتاد دنبالمون. باورم نمیشه. فکر میکردم این چیزا فقط واسه تو فیلماست. منم تا با چش خودم ندیدم باورم نمیشد. منم فکر نمیکردم رو پنیرا انقدر خوب تخفیف بذارن. رایدر یه دقیقه اون کونه‌خر رو ببند. یا خدا بچه‌ها جلو رو ببینین. رضا ماشین رو روشن کن بریم تا نشفور جکفورمون رو یکی نکردن. باشه الان روشن میکنم. ای ریدم تو این لگنت که هر موقع ما میبینیمش خرابه. چقدر بهت گفتم این آفتابه رو عوض کن. با پسرم درست صحبت کنین. پسرم ناامیدم نکن. بیاین دیدین گفتم این ماشین طلاست. ای بابا این آفتابه رو باید عوض کنم. بچه‌ها سمت راست رو ببینین. میخورمت میجوامت میکن. حاجی شانس آوردیم داشت ناموسی میشد. بچه‌ها الان بهترین فرصته. تا حواسشون پرت شده باید فرار کنیم. آره راست میگه. از این ماشین باید بریم بیرون. سلاطین این بغل خیابون یه وانت تصادف کرده. همه بودو این سوار وانته بشین. رایدر گوسفند تو چرا نشستی پشت فرمون؟ نکنه اینم ماشین باباته. رایدر واسه چی وایسادی؟ مرد حسابی مگه نمیبینی چراغ قرمزه؟ آخه شلمغز تو این وضعیت که دیگه چراغ قرمز معنا نداره. من از رانندگی رایدر بیشتر از این زامبیا میترسم. رایدر تو آخر سر تونستی گواهینامه‌تو بگیری؟ نه حاجی هفته بعد دوباره امتحان دارم. خدا بخواد این سری دیگه قبولم. چه روز خوبی هم واسه تمرین رانندگی انتخاب کردی. جواد فقط این گوسفندا رو پشت وانت نبستیم جریممون نکنن. پیاده شدیم گوسفند رو بهت نشون میدم. تا حالا شهر رو انقدر خلوت ندیده بودم. جواد شیشه رو بده بالا سردمون شد. الانم ضبط رو ریدیف میکنم یه آهنگ دلی گوش کنیم. به به. اوه رضا اونجا رو نگاه کن. یه گله زامبی دارم میان سمتمون. رایدر جان زیده حرکت کن. زامبیا دارن میان اینور. رایدر داری چه گویی میخوری؟ گاز بده دیگه. آجی من فکر میکردم این فقط چشاش کوره. نگو گوشاش هم کره. سعید چجوری میتونی تو این شرایط انقدر خونسرد باشی لبخند بزنی؟ من که ریدم تو خودم. لبخند چیه اسکول؟ سکته ناقص زدم لبام کج شده. لعنتی من عاشق این سبک موسیقی ام. خب دیگه چرا ثبت شد؟ حرکت کن. وای وای رایدر جکوار تو. بنده خدا تو بد سنی سکته زد. آره بیچاره سعید اونجا خیلی ترسیده بود ولی خدا رو شکر من مدیریت بحرانم خیلی خوبه. تونستم خودمو کنترل کنم. حالا چرا شلوار تو عوض کردی؟ احتمالاً کنترل از دستش خارج شده. هیچی یکم خاکی شده بود. من چون خیلی وسواسم انداختمش ماشین. رایدر گوزمغز چرا اونجا اون همه صدات میکردیم جواب نمیدادی؟ داشتن میومدن لاچاکمون رو جر بدن. بابا این جواد شطور تو اون وضعیت آهنگ گذاشته بود صداتون رو نمیشنیدم. لعنتی من عاشق این سبک موسیقی ام. عجب آدم یزیدی هستی ها. من آهنگ گذاشته بودم. تو گذاشته بودی دیگه. من که از اون سبک موسیقی حالم به هم میخورد. حالا به نظر تو ما تو این وضعیت باید چیکار کنیم؟ به نظر من که باید یه مدت تو همین خونه بمونیم. حداقل اینجا نمیتونن وارد شن. اینجوری که نمیشه. ما همین الانش هم مواد غذایی نداریم. بالاخره مجبور میشیم بریم بیرون. فعلا که جای امن دیگه‌ای نداریم بریم. باید بریم از خونه‌مون مواد غذایی برداریم بیایم همینجا یه چند روزی رو سر کنیم. من خونه یه ساق طلایی دارم. یادم بندازید حتما با خودم بیارمش. خسته نباشی. مشکل آذوقه‌مون رو حل کردی. شهروندان عزیز این ویروس همه جا فراگیر شده و کل شهر رو گرفته.
اگر هنوز به این ویروس مبتلا نشدین خودتون رو به پایگاه نظامی جنوب شهر برسونین که بتونید اینجا پناه بگیرین. این خبر رو نشر بدید و هر چه زودتر خودتون رو به اینجا برسونین. خب مثل برنامه‌مون عوض شد. وسیله‌هاتون رو جمع کنید که باید راه بیافتید. خب رفقا، اگه این کارو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها واسمون بنویسید دوست دارید قسمت بعدیش هم بسازیم یا نه. جکوارتونو.